گذره. یه جمله‌ای که امروزه خیلی از جوونا استفاده میکنن اینه که در لحظه زندگی کنیم، بذار بگذره. اما اون چیزی که مهمه اینه که چطور باید بگذره. آیا برای ما مهمه که چطور باید بگذره؟ برای اون دسته از عزیزانی که هدف دارن، به موفقیت فکر میکنن، به کیفیت زندگی مطلوب فکر میکنن و رسیدن به جایگاه اجتماعی فکر میکنن و رضایت شخصی، این موضوع مطمئناً حائز اهمیته که در لحظه زندگی کنن و براشون اهمیتی نداشته باشه و یا اینکه براشون اهمیت داشته باشه و به اون کیفیته و اون ایدئاله بخوام برسن. ببینید اون چیزی که ما امروزه یه موضوعی که باهاش مواجه میشیم تو گفتگوهامون، روابط اجتماعیمون، تو فضای مجازی، اینه که و خیلی از دوستان دغدغه‌شونه و اینکه با ابهاماتی مواجهن و سوالاتی که نمیتونن بهشون پاسخ بدن و به نتیجه مطلوب برسن. ببینید ما ناچارن مجبوریم تو زندگی دوره‌های مختلفی رو تجربه بکنیم و این دوره‌های زندگیه و ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ناچارن واردشون میشیم و اون کاری که از دست ما برمیاد اینه که ما بتونیم پاسخگوی درستی نسبت به سوالاتی که در هر دوره برای ما اتفاق میفته و رویدادهایی که اتفاق میفته و شکست‌ها و موفقیت‌ها و تجربیاتی که برای ما اتفاق میفته، اینه که ما بتونیم واکنش درستی نشون بدیم تا اون نتیجه مطلوب رو برای خودمون در آینده رقم بزنیم. و اگر بتونیم قبل از ورود به هر دوره خودمون آماده کرده باشیم و آمادگی اولیه رو داشته باشیم، بتونیم پاسخ اولیه درستی به هر کدوم از اون نیازها، اتفاقات، رفتارها، واکنش‌ها نشون بدیم، میتونیم به نتیجه مطلوبی برسیم. اگر نتونیم پاسخ بدیم، یک تجربه تلخی رو تو اون دوره برای ما رقم خواهد زد که میتونه رو کیفیت دوره بعدمون هم تاثیرگذار باشه. پس خیلی مهمه ما قبل از این که بخوایم خیلی از چیزها برای ما اهمیت داشته باشه، که ما بتونیم دوره ها رو بشناسیم و قبل ورود بر دوره ها آمادگی لازم رو داشته باشیم و خودمون رو تو اون مسیره، تو اون فرکانسه و تو اون انرژی قرار بدیم که بتونیم بارهای مثبت اون رو برای خودمون رقم بزنیم و آینده مطلوبی رو به همراه داشته باشیم که ناشی از رضایت شغلی ما باشه، رضایت اجتماعی باشه، رضایت فردی ما باشه.